تصاویر جدید و باور نکردنی همسر شهزاد ادیل با وی و تجلیل سالروز تولد شهزاد ادیل و پیام‌های جالب مردم و رقیبانش برای شهزاد ادیل. شهزاد ادیل در کجا زندگی می‌کند؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شهزاد ادیل هنرمند خوش صدا، خوش سیما، صدای سریله و یکی از هنرمندان عاشقانه خوان کشور می باشد. شهزاد ادیل از سن نوجوانی آهنگ‌های عاشقانه می سرود و در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور شهرت هنری خوبی هم داشت. شهزاد ادیل در ولایت زیبای کابل بزرگ شده است و تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در کابل به اتمام رسانید. شهزاد ادیل ازدواج کرده است و ثمره ازدواجش 3 دختر می باشد. شهزاد مانند هزاران افغانی دیگر بعد از تغییر رژیم حاکم در کشور و کشور آلمان پناهنده شده است و با خانواده‌اش در کشور آلمان زندگی خوبی را دارد. چند روز قبل شهزاد ادیل تصاویری از خود و همسرش را در صفحات مجازیش نشر کرده است که مورد حمایت و تشویق فراوان قرار گرفته است. 2 روز قبل سالروز تولد شهزاد ادیل بود و تمامی چهره‌های شناخته شده و علاقه‌مندانش برای سالروز تولدش را تبریک گفتند. شهزاد ادیل اولین سالروز تولد خود را که با همسرش در کشور آلمان جشن گرفته بود در صفحه اینستاگرامش نشر کرده است. من هم سالروز تولد شهزاد ادیل را تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی طول عمر با صحت و سلامت برای ایشان و خانواده ایشان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان شهزاد ادیل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی، کامیابی و موفقیت شما نازنینان آرزوی همیشگی من است. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان می‌سپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.